امروز میخوام براتون این کامارای 1977 طلایی رنگ رو بررسی کنم و با هم بشناسیمش، ببینیم تو چه وضعیتیه، چه زیرپایی داره و چه کارهایی داره. آیا میتونه منو راضی کنه یا باید برسونیمش به استانداردهایی که میخوام. خب نمیدونم صدام چقدر ضعیف یا قویه، چون میکروفون ندارم. بچهای محتوا میکروفون رو بردن دیگه. کم ما کرم شما. بریم ببینیم چطوره این ماشین، چه ایرادایی داره. دوربینو نشد بذارم روی این پایه، خیلی پایین وای میسه. این چرا خلاف میاد؟ چرا اینا اینجوری رانندگی میکنن؟ بچه‌ها من اگه صدام تو این قسمت ضعیفه، قسمت بعدی رو براتون خیلی قشنگ میگیرم. تازه این به نسبت کامراهای دیگه به نظرم کم سر صداست. فکر کن چقدر اینا پر سر صدان که و ما چه کار دشواری انجام میدیم، چقدر صداگیری میکنیم اینا رو. موتور 350 داره این ماشین که مثل اینکه عادی یه ذره لوازم داره. از جلوبندیش اصلا خوشم نمیاد، از زیربندیش. از تریم داخل کابینش فوق العاده راضیم، خیلی قشنگه. همون تریمیه که من دوست دارم، به جز اون قسمتی که رودرا پیچ شده. ولی خب اونا فابریکه دیگه، پیچ فابریک نیست، رودریه فابریکه. تو این همه سال دیگه یه نفرم از دست در رفته باشه پیچش میکنه اونو. این یکی از کارهایه که من واقعا ازش بدم میاد، رودریا رو پیچ میکنن. شاید باورتون نشه اون اس مشکیه ما همه توشو نو کردیم. رودریاشو قبلا مالکش نو خریده بوده براش، همونجا تهران یه نفر پیچ کرده. بهش گفتم تنها نقصی که ماشین الان داخل کابین داره همون 4 دونه پیچیه که رودری شده. این رودریای کامارو دو تیکه است، اون تیکه پایینی و اون بالاشو پیچ میکنن، در صورتی که جاخار خیلی خوشگل داره. دلکو ماشین خیلی آوانسه، شیر میکنه موقع گاز میدی. چه غروب زیبایی. اینجا بذار من اینجا وایسم یه فیلم قشنگ بگیریم. معکوس نمیکشه، نه 3:2 رو میکشه، 3:1 رو نداره. اون شب که باش دور زدم اینو متوجه شدم. بذار وایسیم اینجا. شیفترش خیلی مشکل داره، اصلا ازش راضی نیستم. این شیفترهای B&M توی اون پست کامارو 78 بهتون توضیح دادم که وقتی میاد از پارک، یعنی پارکه، وقتی میاد از پارک توی این دیگه میتونی دستی جابجاش کنی. این هم سفته هم منظم نیست. این الان درایو، این یه دونه بازم L2 بود، این الان اینه خلاصه. عقب باز باید اینو بگیری، در صورتی که اصلا نباید برای عقب رفتن این خلاص کنو بگیری که برای عقب، باید اینو بگیری تا برای عقب. این اصلا اصولی نیست، یعنی شیفتره باید اصلاح شه. سر صدای اتاقو داریم که به نظرم کابین باید بیاد پایین. این که اصلا هیچی سر جاش نیست، این باید اینجاها صفر باشه دیگه. اینا همه نیاز به کار داره. چه جیلینگ هم میکنه. فرمونشو خیلی دوست دارم، فرمونش Z28 مال کامارو 789 که این تناب پیچ فابریکو داره. خیلی این خوش دسته، یعنی واقعا دوست داشتنیه. قاب کیلومترشو خیلی دوست دارم، همون قاب کیلومتر فابریکه. داشبوردشو خیلی دوست دارم، رنگشو. صندلیاش همون چرم آجدار فابریکه که من عاشق این نوع چرم فابریکم. این ماشینم مالکش حالا لیست کاراشو برامون نوشته، بماند که مالکین یه سری کارها رو دیگه نمیدونن، دیگه تخصص اونا نیست. اینا به عهده خودمه که من بهتون میگم چی هست. یکیش همین صداگیری داخله. اینم رودری این سمت که پیچ شده. من خیلی از این اتفاق بدم میاد. تو کامراها لادر خوبی داره این ماشین. از یه سری ناحیه‌اش از رنگش راضی نیستم، باید یه سری ناحیه‌ها رو دوباره رنگ کردن که باید باز رنگ شه. از این صدا متنفرم. تلق 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 پر سر صداست، ولی فوق العاده ماشین خوشرخیه. چه غروب قشنگی، چه رنگ قشنگی و چه غروب قشنگی. اصلا آدم میمونه چی بگه. امیدوارم صدام تو این ویدیو خوب باشه. این که سپرا رنگ بدنه میشه به این ماشین نشسته و الا من با این کار مخالفم کلا. توی 74 5 6 7
چقدر این ماشین تو این فضا خوشگله. یه عکس بذار بگیرم، یه قطعش بکنم، من یه پاز بدم. الان میریم ادامه دور رو باش میزنیم. یه مسئله‌ای که الان توی این ماشین خیلی باحاله اینه، من تمام بدنشو ضخامت سنج زدم، بدنه فوق‌العاده استخونی و تقریبا میشه گفت کم بتونه‌ای داره. این خطای دورگلگیر همه حفظ شده، همه همون خطای فابریکه، چراغای عقب اصلی. به نظرم خیلی بدنه جذابی داره و قابلیت کار داره. این گلگیره و دره تنظیم نیست، اصلا دوستش ندارم. سرچراغ این سمت، سپر این سمت، سپر جلو. بذاریم جلو بیستیم، اینجا بیستیم. کاپوتو بدم بالا ببینیم زیر کاپوت چی داره. یکم هم راجع به فنیش بهتون توضیح بدم. بچه‌ها من این قسمت رو دارم خودم ضبط میکنم تستی، به هم بگین چجوریه. با توجه به اینکه میکروفونم نداشتم و منم آدم کمالگرایی نیستم گذاشتم. اینو شما بهم بگین از رو علاقه، چون دوستتون دارم، میدونم شما هم منو دوستم دارین. یه چند تا دیگه از داخلش بگم، من اینا رو یادم نره. نوار دوردرای خوبیه، ولی اون سمتیه کمی تفلی پاره است. این داخل و اینو میخواستم بهتون بگم که این قسمت ها تو کامارو اصلا مماس نیست. تو 99% کامارو این مماس نیست و مماس کردنش هم باید این پکیجش نو باشه. این یه فریم فلزی اون زیر داره، همه اینا رو اون نصب میشه و همون فریم فلزیه خیلی کج و کنجله. بماند که خود داشبورد کامارو که سری پیش داشتم میگفتم باگ طراحی داره، داشبورد تمام ماشینای امریکایی فریم فلزی داخلش هست. این داشبورد کامارو جزو داشبوردیه که فریم فلزی نداره، یعنی خود همین جنسی که این داره، خود همین به تنهایی میاد روی این فلزی که این وسط بود، از پایین اینا بسته میشه، از بالا هم این بسته میشه و این فلزی که این بالاست فایروال این قسمت بسته میشه. یعنی اصلا چیز باگ طراحی بوده به نظرم. ما داریم داشبوردش رو با فریم فلزی طراحی میکنیم که بشه داشبورد بنشینه اون بالا. شما چون فریم فلزی نداره، این داشبورد نمیتونه به یه فریمی از خودشو کیپ کنه بعد بیاد بشینه رو اون. این لبه ها اینجوری میشه تو همه کامراها این هست، حتی تو کامراهای امریکا بعضیش بدتر از اینه. موکت کفش خیلی دوست داشتنیه، عاشق این پرزشم. از موکتای پالاز ایرانی متنفرم، قاواش خوبه، دوستش دارم. صندلیش از همه بیشتر دوست داشتنی، من عاشق این آج فابریکم. مالکش اینو جا گذاشته، داداش جاله واسید مونده اینجا 7. حالا 7 رو نوشتی، باز عددیشو چرا نوشتی؟ چه آبی هم خورده بنده خدا، کویر بوده. خب چیشو میخواه؟ کاپوت رودری این طرفم باز کنیم. این زهای آبگیرم فابریک. اصلا من نمیدونم دارم چطور فیلم میگیرم. این رودریش هم خیلی دوست دارم. بریم کاپوت. بذار من این دوربین رو باز کنم، خیلی ریل. الان کاپوت رو باز میکنم. خودم هم ببینیم دیگه. سلام. خب زیر کاپوتش هم دوست دارم. پالونیای قشنگ و خوبی داره. این از پالونیاش. کاپوتش خیلی سالمه، خیلی دوستش دارم. این قسمت رو دوست ندارم، باید کارشو انجام بدم. موتور یه مقداری به یه سری چیزا نیاز داره، تو قسمت‌های بعدی براتون میگیرم اینو که چه کارهایی نیاز داره. 350 با درس و پاپای زیبا و اینتیک زیبا. موتور برف پاک‌کنش ببین چقدر نو، تمیز و مرتبه. پروانه مکانیکیشو نیستم اصلا من از این پروانه مکانیکی خوشم نمیاد. علتش هم توی پست جدا کلا براتون میگم. سینی جلو مرتب. بریم ادامه دور زدن، یه 2 تا گازش بدیم. قفل کاپوتش هم به نظرم مشکل داره. اینم بهتون میگم مشکلش چیه تو قسمت بعدی. خطای کاپوت هم دوست ندارم، باید تنظیم شه.
باز این صدای در اومد. خب میذاریم 1. چندین تا اومدیم پایین. اینجا دیگه نمیاد پایین. یعنی چی؟ یعنی تو L1 از همینجا شروع میکنیم. 1 2 3. یه دونه میزنیم میره 2. من دیگه با یه دست دارم فیلم میگیرم، باید ببخشید. موتور در حال حاضر بد گاز نمیخوره خب، ولی اون استاندارد من نیست. بهتون میگم چی به چیه، ریز. چراغ اویل روشن شد. این موتور چندین سال پیش بسته شده. قطعا من دارم داد میزنم صدام بیاد. خدا نگذره از این بچهای تیم تولید محتوا میکروفونو بردن. قطعا این موتور اویل پمپش نیاز به سرویس داره. فشار روغنش میاد پایین وقتی موتور گرم میشه، چون موتور هر چند سال که میخوابه یا هر چیزی باعث میشه که پلیس نگیرتمون. صداش زیاده ماشین، اونقدر هم زیاد نیست صداش، ولی فرار کنیم. داد 3 2 3. چقدر امروز هوا زیباه. من با شما تنها. حمید نیست. حمید کو نیست. بچه‌ها نظرتون رو حتما بهم بگین که ویدیو این که دارم اول شخص براتون میگیرم چجوریه. وصلش کنم تو کپکات به هم دیگه، براتون بذارمش تو یوتیوب، بعد برم برسم به کارهای همین ماشین یا شاید هم ماشین دیگه. ولی اینو براتون میذارم، شما نظرتون رو بگید. ما هم فکر کنم به هم ریخته است و همین دیگه. نظرتون رو راجع به این ماشین بهم بگید و بگین که تو قسمت بعدی خودم ویدیوهایی که خودم میخوام بگیرم چی بگیرم براتون، راجع به چه چیزایی صحبت کنم و چه کارهایی با هم تو گاراژ انجام بدیم. نمیدونم صدام میاد یا نه، ولی خداحافظ.